رهرو روشندل از بایزید کرد پرسش کای مراد هر مرید. باز گو آخر کجا بشتافتی که این همه گنج و سعادت یافتی؟ گفت از یک قطرش که مادرم شاهد مقصود آمد در برم. گنج ها در دیده نمناک اوست، این گوهرها اشکای پاک اوست. شام ها چون باز خفتی مادرم بود در پایان پایش بسترم. تا دل شب داشت با من رازها، گفتگوها، قصه ها، آوازها. قصه ها شیرین تر از شهد و شکر، نغمه جان بخش چون باد سحر. ناگهان شام هوا بس تیره شد، بر ورشه را دم چیده شد. خون بطن از شدت سرما فسرد، شعله از دم سردی ایام مرد. نیمه شب شد مادرم از خواب خواست، از من افسرده جام آب خواست. تا گرفتم لرزه لرزان جام آب، مادرم را بار دیگر برد خواب. من ستادم خشک بر جا از ادب، چشم بر جان بر کف جان بلب. آب را از فرط سردی بست یک، جام را با دست من پیوست یک. صبح شد چون بارگاه فیض باز، مادرم برخاست از بر نماز. دید سوی من که لرزانم چوبید، گشتم چون برف سر تا پا سپید. گفت ای فرزند بر کف جام چیست، رازگوی لرزه بر اندام چیست؟ گفتم ای مادر خطا بود این که من می نهادم جام بر خویش و تن. تو ز من گر آب می کردی طلب، خفتمی دیدی مرا دور از ادب. مادر از گفتار من بیتاب شد، دل میان سینه وی آب شد. سرزدای از دل غم دیدش، قطره اشک چکید از دیدش. اشک مادر گنج گوهرزا شود، مرد از آن یک قطره چون دریا شود. اشک مادر گنج گوهرزا شود، مرد از آن یک قطره چون